باعث افتخار است که سال 2018 سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلان کرده شده است و جماعت دهات سردش که از منطقه های زیبا منظر بلندکوه ناحیه درواز به حساب رفته و برای جلب کردن سیاحان هم داخلی و هم خارجی میتواند که یک امکانیت های خوب را فراهم آورد، چون که در جماعت دهات سردش کوههای سر فلک کشیده برف پوش و منطقه های یعنی تاریخی و یادگاری های تاریخی که از قدیم تا امروز به ما میراث ماندن میتونند که جلب هم سیاحان داخلی را و هم سیاحان خارجی را به خود جلب کند. پهلوانانی که بار دیگر دعوت میکنیم، پهلوانانی که از ناحیه سنگوار نورآباد آمدن خواهش میکنیم به میدان برآیند. علی خان از ناحیه دعوت در نام هر دو پهلوان یک کیمانو یک نبار کوخنی.
امروز در جماعت دهات سردش هم چنین نمایش برگزار گردید. مردم همه اون هنرهای خود را که چی در ساحه آهنگری، دریدگری، پخت‌وپز خوراک‌های ملی و دیگر هنرهای خود را پیشکش مردم کردند و خریداران از این بسیار بالایده روح گردیده چیزهای ضرورت خود را گرفتند. از آن جمله که اینجا راه گذرگاه سیاحان کشورهای خارج می باشد، مردم به اینجا گذشت میکنند و از این چیزها خریداری نموده و مملکت‌های خود میبرند که این معرفگری فرهنگی مردم ما می باشد. To be